متاسفانه روند بی‌آبی و در جستجوی این نعمت بی‌بهای الهی بودند در منطقه‌های بی‌آب از کودکان تا شخصان بزرگسال را فرا گرفته است. برای دریافت آب و خانه ساختن طلبات ارگانیسم و بهتر نمودن شرایط سانیتری اکثرا در مملکت‌ها زنان و کودکان چون قشر آسیب پذیر با دشواری‌های زیاد روبرو می‌شوند. آب هم از اون 4 عنصری هست که به اون زندگانی کرده نمی شود. این آب و آتش و خاک و باد است و آب این سرچشمه اساسی همین حیات انسان است و بنابر همینم نرسیدن آب آشامیدنی پیش از همه زنان بسیارتر این چیز رو احساس میکنند، زیرا که زنان و کودکان قشری هستند که اینها به واسطه بسیارتر به آب سر و کار دارند. در واقع وقتی که ما اوید با پرابلم های گندری حرف میزنیم، ما در قصد نمیتوان افریقا رو یا دیگر کشورها رو با تویستان مقایسه کرد، چون که تویستان کشور کوهسار است و در آن بگیم مناطق کوهیمون که اهالی اگر چند که اهالی با آب متمرکزانه شده تامین نباشند هم، اما چشمه و رودها در نزدیکی آنها واقع هستند که آنها مشکلات گندری رو در کشور ما با وجود آورده نمیتونند. نرسیدن آب نیز یک زحمت زیادی رو بر دوش زن بار میکند. در برابر همه انسان ها که زنان و کودکان بیشتر به آب نیاز دارند و به آب سر و کار دارند، خوب می شود که امروز واقعا پیش از همه ما کارهای ترغیباتی رو بین زنان ببریم که بین زنان و بین جوانان و بین عموما اهالی کشور ببریم که واقعا در توزیع و نگاه داشتن آب بسیار اهمیت خاص دهند و از جانب دیگر برای دسترسی بیشتر زنان به ذخیره های آبی یعنی امکانیت ها بدهیم، یعنی هم در محله ها رو تمام امروز با تکنولوژی نوترین باید که محله ها رو تامین کنند که واقعا مردم باید دسترسی به آب داشته باشد و اون آب رو استفاده برده توانند. زنان جای آنه که به تربیت فرزندان و کار خاندان آواره باشند و کودکان از پی تحصیل و تعلیم باشند، متاسفانه این دو طبقه نیازمند جامعه بشر قریب تمام عمر خویش را در جستجوی آب، کشانیدن آن و طی کردن راه‌های دراز جانب منبع‌های آبی سپری می‌کنند که در این حال زنان به خطر و دشواری، کودکان به آینده بی‌معنا و بی‌علم روبرو می‌شوند. طوری که ما می‌دونیم واقعا تاجیکستان که بسیار یک سرچشمه است که در آسیا میانه یک سرچشمه است که واقعا قسمتی زیادی آب استحصال میکند. اون پریخ‌های عصرهای عصر نهفته در تاجیکستان موجود است و این آبها رو باید که واقعا ثمرناک استفاده ببریم تا که طبیعت هم امروز از اون مناسبت‌های عادلانه و صرفه‌کارانه که نسبت همین معجزه طبیعت نسبت آب ما رو می‌بینیم و طبیعت هم در نوبت خود اون پاسخ رو به ما خواهد داد، خواه و نخواه، یک روز نه یک روز. و از این رو بسیار مهم است که واقعا برای صرفه‌کاری آب بین اهالی هم طریق وسایل اخباری هم و هم طریق هر یک صحبتی که او چگونه صحبت است از هر یک معرکه باید استفاده بود که واقعا صرفه‌کاری رو و توزیع و آزاده نگاه داشتن آب رو در بین جامعه باید که ترغیب و تشویق کنیم. نورسایی آب آشامیدنی و بهداشت در 10 ساله‌های در پیش داشته مثل که به نورسایی حیات در کشورهای بی آب مبدل خواهد گشت. از این رو کاربران ساحه برانند که از امروز مشکلات را باید جدی گرفت و از پی چاره‌جویی‌های نتیجه بخش شد. پیشوای ملت بارها از منبرهای بانفوذ جهانی سری مسئله گلوبالی یعنی سری مسئله گلوبالی که واقعا جهان رو به تشویش آورده است درباره دسترسی به آب یعنی صدا بلند کردن و میگذاریم سری برنامه آخرینی که از منبر سازمان ملل متحد صدا
صدا دادند و پیشنهاد شد که یک 10 ساله دیگر در ردیف 10 سالهای دیگر که به آب بخشیده شدگی بود آب برای رشد استوار رو پیشنهاد کردند که یعنی جامعه جهانی باید 10 سال دیگر هم به این مسئله دقت جدی دهد، زیرا که امروز به همه ما معلوم است که واقعا قشر زیادی اهالی جامعه جهانی از نرسیدن آب آشامیدنی و خیلی مشکلی زیاد میکشند. در آینده سهم زنان رو در اداره‌کنی ذخیره آب نیز زیاد کردن در کار. برای چی؟ برای آنکه ارزش آب زنها بیشتر میدونن، برای آنکه اساسا در خواجگی آنها آب استفاده میبرن و آن تازگی که امروز ما در خانه ها ما داریم طریق زن و استفاده آب عملی می شود، آنها مهمیت آب رو میدونن. وظیفه اولین درجه ما این است که خواه زن باشد، خواه مرد باشد و خواه طفل ما باشد، کدام سن و سالی که نباشد، کدام جنسی که نباشد، پیش از همه وی به اون سرچشمه های طبیعی باید که عزت داشته باشد، احترام داشته باشد، که یعنی اون رو باید که نه فقط برای خود که یک خودم استفاده برم، اون رو برای جامعه باید فکر کرد که از همین چیز که ها باید استفاده ببرن و برای همینم ضرور است که آب رو چون گوهرک چشم پاک و آزاده نگه دارن. ما فکر میکنم که آن لایحه هایی که امروز نسبت تامین نمودن با آب تازه در دهات رفته ایستاده است با منفعت زنان و دختران می باشد و مخصوصا این برای رعایت نمودن گیگین و سانیتاری مفید است و برای سالم گردانی اهل عائله، اهل خانواده این زنان و دختران مساعدت میکند. در مورد دسترسی زنان به آب، این باید امروز خیلی که از خود هدفهای رشد استوار برمی آید، از برنامه 10 ساله آب برای رشد استوار برمی آید. در این دو جام، در این دو سند هم بسیار خوب مشخص قید کرده شده است که واقعا امروز زنان رو باید اون تصمیم های رو بگیریم که زنان بیشتر به ذخیره های آبی دسترسی داشته باشند تا که زنان توانند استفاده بردن از آبهای آشامیدنی تازه و آزاده.